بله مثلا من میخواستم یک آدرس بگیرم از این دکتر صاحب، میخواستم پیشون برم. ما دکتر صاحب خود من خودم هستم و ما آدرس من خود درس میتم در یو سی دیویس و دا انشالله ما خو باز اگر شما مو ایمیلتان به ما روان بکنین محترم و به ما لطف بفرمایین. ما ایمیل ما حتما روی خط است، از اینا خواهش کردیم از متصدیان پروگرام که همون ایمیل ما را به صراحت به شما نوشته کنن. شما لطف کنین به ما تماس بگیرین، ما سبا براتان میگم که ما با کجا ما شما را دیده. شما با کجا تشریف دارین محترم؟ در یونان سیتی. خب او قدر دور نیستیم ما خب اصلا ما با استاکتن زندگی میکنم و درس در یو سی دیویس میتم. شما مو آدرستان به ما ایمیل بکنین، باز انشالله ما براتان زنگ میزنم. درست شد صاحب؟ بیشی درست شد. من یک دو تراس ما تکلیف داره تقریبا 5 سال یا 6 سال میشه. بله دو عملیات 3 عملیات کردیمش. بله از آرنج کار نمیکنه، ناقص شده. بله صاحب. دیگه اینا میگه من خواستم اگر خودتان ببینم با کمال افتخار. ما تمام اسنادای ثابت خود دارم، سی دی هایش که ثبت کردیم کلش دارم، فقط استخوان مرا جوش دادن از آرنج. برادر محترم شما لطف فرمایید به ایمیل ما، به ما ایمیل ما شما اسم مبارک چی است دیگه تفصیل دیگه نتین، خو اسمتان به ما بگوین. اسم من محمد رحیم است. بله شما لطفا به ما روان بکنین ام ایمیلتان، ما برتان صبح زنگ میزنم. صحیح شد صاحب؟ تشکر مهربانی کردین. تشکر. خواهش میکنم بفرمایید. بله سلام علیکم صاحب. السلام علیکم صاحب. ما روی خط هستین محترم، بفرمایید. دکتر صاحب سلام علیکم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بفرمایید صاحب. احترامات خدا خدمت شما تقدیم میکنیم صاحب. لطف کردین. یک کمال افتخار است. خدا کنه که پروگرام های ما خوشتان بیاید. تشکر. شما سوال دارین؟ زنده باشین، خیر ببینین. دکتر صاحب محترم من یکم تکلیف دارم، تکلیف عزیز که بعض اوقات که به حساب گوش نمیشم. بله. و تکلیف عصبی برم پیدا میشد. بله والای بسیار سوال خوب است و این کسانی که گوش نمیشن و تکالیف عصبی دارن گاه این علامه ابتدایی دیابیتس است و این معنی فهم شما کدام معاینات کردین، به کجا هستین. معنی فهم چی عرض براتان بکنم اگر شما احیانا یعنی خواسته باشین، البته این مربوط شخص خود شماست. بله. با ما همو یک حال یادم میاد انشاءالله شما همو یک ایمیلتان هم با امرای معایناتتان با ما روان بکنین و ما انشاءالله روزهای یک شنبه را تخصیص دادیم که به کسایی که راستی تکلیف دارن به همه شاید نشه، به کسایی که هست و ما ایمیلایشان به ما اول باید عرض کنم که از ما همه کسانی که به ما ایمیل میفرستن ما راستی ممنون لطف و محبت و احسان و شفقت به ما کلانترین افتخار، یعنی باور بکنن که اگر به ما کس میلیون ها دلار بده ما یک قدر لذت نمیبرم به مو اندازه که یک ایمیل به من برسه و او ایمیل ما جواب داده بتانم. یک شعر یک شاعر یادم آمد که البته هیچ ارتباط و مسائل توابت ندارد، میگه که 1000 خم نکند مست می پرستان را چنان که ذره خاک وطن پرستان را. مقصد عزیز که اگر یک چیزی را من به شما بتانم خدمت بکنم این به من بسیار یعنی ارزنده تر از همه چیز است. شما لطف بفرمایید اسم مبارک شما چی است ببخشید محترم؟ اسم مواسی از کانادا از شهر تورنتو امروز شما صحبت میکنم. بسیار لطف کردین. ما در این زمان برای ما هم از یک خواهر محترم درباره سیجر یا سراب به من لطف کردن. ما هنوزم انتظار تلفن از اونا را دارم که به من زنگ بزنن و شما هم به من لطف بفرمایید همون نتایجتان هر چی تان به من روان بکنین و من شخصا نمره تان ما صبح انشالله براتان زنگ میزنم. صحیح است؟ تشکر. زنده باشید.
لطف کردین مهربان هستین صاحب، خدا شما را زنده داشته باشه. همین خدمت را که شما با مردم میکنین یک لطف بسیار کلان است. خدا همیشه شما را سرفراز و سربلند داشته. ما خدمتگار شما هستم. ما راستی شما بازم عرض میکنم که این خدمت همی که شما این کلمات با من میگین، ما با ما افتخار کلان است. خدا شما را نگیره. زنده باشه. لطف کردین صاحب. لطف کردین. خدا حافظ و نگهدار شما. زحمت دادم. خواهش میکنم به من امر بفرمایید هر وقت. خاطر از اینکه ما تقریبا 1.5 سال میشه که آمدیم در کانادا. بله. این مشکلات لسانی دارم، نمیتونم که خیر از به حساب صحیح بفهمم. ما خو ان شاء الله به خدمتتان هستم. همه به همه افغانا بگوین ما به خدمت هستیم. ما این پروگرام تازه شروع کردیم. بله. اگر و این پروگرام هم یک وقت به نام پروگرام مرکزی، یک پروگرام ایرانی بود، حالی را تبدیل کردن به می پروگرام ارمان. و اگر شما به حساب برین به مو چنل ها، چنل مرکزی را به حساب کلیک بکنین، این پروگرام چی می آید دیگه. ما انشالله ما تازه این پروگرام ها را شروع کردیم. ما 35 انشالله. بله. ما شما را میبینیم صاحب از کانال آرمان به حساب چیز بله. مستقیما از شماست. ما میبینیم تان. خدا شما را نگیره. نورانی دارین. شما را خدا زنده داشته باشه. شما را خداوند توفیق بده. بسیار زیاد تشکر. زنده ما خدمتگار با ما ایمیل روان کنین. من انشالله به شما صبح زنگ میزنم. درست شد صاحب؟ خدا حافظ و نگهدار. تشکر صاحب. شب خوش برتان. لطف کرد به شما و به فامیل محترم. لطف کردین صاحب. زنده باشید. ما سر مسائل به حساب ویتلیگو یا پیس ها و این پیس مسئله فامیلی است که متاسفانه و یک چیزی است که مثلا عامل اصلی از این معلوم نیست. منتها یعنی بعض اوقات تداوی داره. بازم عرض میکنم که یک تکلیف در معافیت جلد است که ایره به نام سلولر ایمونیتی یاد میکنن و ایره معلوم دار. من فقط یک کسانی هم محترمه که ایره به من روان کرده برشان باید عرض بکنم که بعض دواهای هم داده میشه که این البته مؤثر است و ای که بعض مثلا دوای کورتیزون، ما می دوای کورتیزون، ملهمای کورتیزون به نام با های گرید یعنی قوی، با میدیم گرید، متوسط و لو گرید. کسانی که سنشان از سن 12 بالاست نه توصیه است که به از اینا کلبیتازول داده میشه و همچنان یک دوای دیگه به نام تکرولیمس که اصلا نام اساسی و جنریک از این به نام کلسی نیورن CALCINEURIN کلسی نیورن که به نام تکریلیومس. این هر دوی دوا را به حساب یک جای میکنند و روی از این به حساب جایی که مثلا خالدار است یا پیس است استعمال میشه و گاهی هم یک بس فوتوتراپی ها هم است که به نام اولترا وایلت لایتس. شاید شما شنیده باشین که اولترا وایلت لایت ها با دو نوع است. اولترا وایلت ایست منتها اولترا وایلت لایت ای یک کمک ساید افکت و اختلاف